به نظر من بیمارستان‌های ما سطح کیفیش باید بره بالا، ولی خصوصی نباید باشه. یعنی بیمارستان‌های ما باید خدمات رو به همه اقشار جامعه به یک میزان ارائه بدن. ما الان اگه بخوایم واقعیت رو ببینیم از بعضی بیمارستان‌ها اسم نمیبرم، ولی شما برید، یعنی شما به طور کلی با بیمارستان خصوصی مخالفید؟ یعنی بیمارستان بنگاه اقتصادی نیست برادر من. بیمارستان بنگاه اقتصادی نیست. پدیده درمان، شفا یک بچه قدسی داره. شما نباید بیارید درمان رو، شما نکات اصلی زندگی انسان‌ها رو نباید تبدیل کنید به عرصه ترک‌تازی سود و سود محوری. اینجوری جامعه نابود میشه. یعنی شما اگه قرار باشه سلامت آدم‌ها رو، حیات آدم‌ها رو، شفای آدم‌ها رو بسپرید دست محرک‌های سود محور اقتصادی، چی میمونه؟ این خیلی خطرناکه. یعنی ببینید این حتی بعضی کشورهای متروپول توی دهه 1600 من مثال انگلستانی‌ها بزنم، حتی اونها هم این کارو نکردن. بعدن که نولیبرالا اومدن چرا؟ یعنی این فاجعه است اصلا که شما بیاید بیمارستان‌ها رو طبقاتی کنید، یه عده بیمارستان دولتی داشته باشید که به مریضا فارغ از اینکه ورشون چیه زمان بدن، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه پزشک با اکراه بیاد بخواد درمان رو انجام بده، عمل رو انجام بده، تازه تو همون جا هم باز تحت عنوان خدمات درمانی باز پول بگیره. نگاه تحقیرآمیز به بیمار فقیر داشته باشه. بعد بیمارستانایی بسازید که پزشکا سر و دست بشکنن که برن اونجا، بعد پزشکان رو تبدیل به سهامداران سرمایه‌دار بنگاه‌های بیمارستانایی بکنید که بنگاه اقتصادی شدن. این یعنی فاجعه ورود بخش خصوصی، یعنی ورود هر نوع حوزه سرمایه‌دارانه سود محورانه بر حوزه‌های حیاتی زندگی انسانی مثل سلامت، مثل آموزش پرورش. اینا خطرناکه. ببین من خودم یه معلمم، به شدت اعتقاد دارم که اون نقطه حساسی که اگر گرفتار جریان سرمایه‌داری بشه عملا کشور ما تباه میشه، بخش آموزش. یعنی عملا همه باید بهترین کیفیت آموزشی رو ببینن، هر دانش آموزی از هر طبقه از جامعه باشه. ببینید این نکته‌ای که من در مورد آموزش رایگان و بهداشت رایگان گفتم که اینقدر حیرت آوره، این جزء قانون اساسی ماست و به علاوه اینکه در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی شده. من تعجب میکنم که دوستان هی تعجب میگن چجوری اجراییش کنیم. این اصلا اولا جزء قانون اساسی ما، ثانیاً اصلا اتفاق غریبی نیست. برایش میشه حداقل 10 تا کشور تو دنیا نام برد، چه تو حوزه کشورهای متروپول، چه تو حوزه کشورهای پیرامونی که اینا رو اجرایی کردن. من حالا تو ادامه بحثم مثال خواهم زد. همین کوبا یه جزیره فسقلی، فارغ از اینکه ما اصلا بپذیریم ایدئولوژیشو، من نمیپذیرم، کوبا بلافاصله بعد از انقلابش روند به خدمات بهداشتی تمام عیار رایگان و خدمات آموزش پرورش تمام عیار رایگان اجرایی کرد. از این نمونه کشور پیرامونی کوچک، کم توان، تک محصولی با یه وسعت اندک فقط صنعت نیشکر. کجا بعد کوبا. این مثالی که میزنم به این معنی نیست من مدل سوسیالیستی رو قبول دارم. من تو عرایزم گفتم من معتقدم مدل سوسیالیستی بر اقتصاد ایران اختناق‌آمیزه. منتها میخوام بگم که این نمونه‌ها تو مدل‌های مختلف اجرا شده و نشون میده شدنیه. من تعجب میکنم دوستان چقدر براشون عجیبه. همین الان که نئولیبرالیسم حاکم شده، حتی توی نروژ و فنلاند و سوئد هم حاکم شده، میراث سوسیال دموکرات‌ها هنوز شما برید ببینید هنوز اینا هست. اینا کار شاق نیست، اینا امور فوق‌العاده عجیب غریبی نیست. از بس تو دانشگاه‌های ما آموزش‌های نئولیبرالی میدن به آدم‌ها، ذهن‌ها رو اینجوری بار میارن. ما می‌بینیم 4 تا چهره دانشگاهی میشینن فکر می‌کنن الان شکستن شاق غوله. این کارا اصلا شاق نیست، این کارا آرمان ماست، قانون اساسی ماست، وظیفه دولت ماست. منتها از بس این دولت‌های نئولیبرال ما بیخیال این چیزا شدن، تو نظام آموزش دانشگاهیشون اومدن حرفای سرمایه‌دارای نئولیبرال رو به خورد دانشجوهای ما دادن. اینا شده امور غریبه که ما امروز حرف میزنیم. من میگم مگه میشه؟ چرا نشه؟